الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا ومعلمنا ومرشدنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظیم. خواهران، برادران، بینندگان و شنوندگان گران قدر، دوستداران اسلام عزیز و کسانی که دلهایتان برای تربیت خود و اولادتان می تپه و می سوزه، و ای خواهران و برادران، پدران و مادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز 22 نوامبر 2015 میلادی است و ما به نام الله سبحانه و تعالی و با صلوات و درودهای فراوان و روح و روان رسول بزرگوار اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، برنامه امروز را به شکل لایف و مستقیم خدمت شما تقدیم می‌داریم. البته در این پروگرام مانند برنامه‌های گذشته روی مسائل بسیار مهم و عمده صحبت داریم. روی معالجه نمودن امراض امت و روی مسائل بسیار حیاتی و مسائلی که به درد دین و دنیای ما میخوره. البته در این برنامه‌های زنده و ارزنده نقش برادران و خواهران بسیار بسیار برازنده است. ما نمیتوانیم از نقش برادران و خواهرانی که این برنامه‌ها را پشتیبانی و کمک مالی مینمایند اغماض و چشم پوشی کنیم. و این قوت برنامه‌های امت وسط حقانیت این برنامه را میرسانه که الحمدلله طرفداران لا اله الا الله محمد رسول الله این برنامه را انتخاب کردند. طرفداران قرآن و سنت و طرفداران افتخار و سعادت و عزت این برنامه دعوت اسلامی را با دل و جانشان میپذیرند و حتی با کمک‌های مادیشان نه تنها که پشیمان نیستند بلکه قوی‌تر شده اند. الحمدلله. شما با این پشتیبانی مالی و کمک‌های اقتصادیتان به خاطر تقویت این دعوت اسلامی دلهای منافقین را در امریکا و در اروپا کفاندند. دلهای منافقین را در هر جایی که زندگی میکنند کفاندند. ما از تمام برادران و خواهران قلباً اظهار سپاس و تشکر میکنم و دعا مینمایم که الله در دنیا و آخرت و در زندگی و در تمام دارایی و ثروتتان خیر و برکت بیاندازد. میدانم که هر دعوت طرفداران خودش را داره. دعوت اسلام طرفداران مسلمان را داره. دعوت نفاق طرفداران منافقین را داره. دعوت الحاد طرفداران ملحدین را داره. دعوت فحشا طرفدارانشان مانند خودشان می باشد. بنابراین این برنامه که
مستقیما از منابع و سرچشمه های روشن و صاف اسلام، قرآن و سنت و راه و روش صحابه رسول الله، ازواج مطهرات و علمای سلف صالح و مجتهدین اسلام و رهروان راستین راه قرآن، این برنامه پیروی می نماید. الحمدلله طرفداران خود را دارد و ما خط وسطیت است، خط اعتدال. با این برنامه ها چند طبقه و چند گروه از مردم مخالفت دارند. در قدم اول ملحدین و دشمنان عقیده اسلامی با نامهای گوناگونی که دارند. در قدم دوم سکولارها که دین را از دولت و از سیاست جدا می دانند. در قدم سوم روافض که دشمنان قسم خورده اهل بیت و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. در قدم چهارم منافقینی که میخواهند هم در میخ و هم در نال، هم گاهی به مسجد میروند و حتی شاید مسجد هم داشته باشند، ولی دوست ندارند از حسادت و منافقت که برنامه های دعوت اسلامی پیش برود. و در قدم چهارم عیاشان و بد اخلاقان و بدماشان از این برنامه ها بد میبرند. بناهن مخالفین این برنامه ها را تایید میکنند، یا ملحدند و یا سکولارند و یا از منافقینند و یا از روافضند و یا از عیاشانند. عیاشان و مردمان که پابند دین نیستند، به عیاشی و بیبندوباری خوشحالند. این 5 گروه های عمده اند که با برنامه های اسلامی مخالفت دارند و قلبشان سخت آزرده می شود که مسلمانان از سراسر جهان این برنامه ها را تایید می کنند. اما کاروان می رود به سرمنزل مقصود حرکت می کند. کاروان زی او اسپی غاپی، ولی این کاروان می رسد و این حیواناتی که سر و صدا می کشند بدون زدن یا پرتاب نمودن سنگ به سویشان خود به خود سکوت می کنند، آرام می شوند. برنامه امروز با دیدن یک کلیپ من این مطلب را انتخاب کردم و این کلیپ به نام رسیدن به الله و به نام ملنگ‌های مست و قلندرهای در حال وجد و اضطراب، این کلیپ مردم را متوجه می‌گرداند که هستند کسانی که زنان و مردان به نام روحانیت و به نام ذکر الله و به نام رسانیدن و بالا بردن به سوی الله، زنان و مردان مختلط با هم می‌رقصند، الله میگویند و بعدا شیخ طریقت ایشان را به آغوش میگیره و سر دختران جوان و زنان را بر سینه اش میگذاره و بعدا با فشار دادن ایشان فیض و نورانیت در وجودشان پیشکاری میکنه. این کلیپ را با هم میبینیم و همه متوجه میشن که در این کلیپ مطالبی است که انسان حقیقتا یعنی تعجب میکنه و من صدای اینجا را پخش میکنم که آلات موسیقی و موزیک مرش است، پیر طریقت استاد است، عکس‌ها و تصاویرم به دیوار نصب است
و بعدا با اشارات لطیفانه میخواهد که در دل و درون مریدان مست و در حال رقص و پایکوبی اعم از زنان و مردان در یک مجلس مختلط میخواهد که نور خدا را پیچکاری کند و بعدا این مجلس به اندازه سرشار و شاداب و سرمست و در حال پایکوبی و رقاصی میرقصند و دست میزنند و پا میزنند و دستها را به طرف بالا پرتاب میکنند و با حرکات موزون شانه ها و کمرها زنان هم داخل این میدان میخواهند که از فیوزات شیخ استفاده کنند و شیخ زنان و مردان را در بین میدان هم طنز و رقاصی و پایکوبی و حرکات موزون دست و پا را نشان میدهد و هم در ضمن این حرکات رقص و پایکوبی و حرکات موزون شانه و پاها و گردن و اشارات لطیفانه زبان و لبان و چشمان میخواهد که شیخ با تبسمهای لطیفانه و صوفیانه و به اصطلاح خودش با اشارات بسیار سازنده این زنان را از زمین به آسمان بلند بنماید با این مردان و از فرش به عرش بلند نماید و ایشان را از مقام اسفل السافلین به اعلی علیین بلند ببرند و گاه شیخ با پاشیدن پولها و با پاشیدن به اصطلاح نوتبانک های بر سر مریدان و زنان و دختران و مردان کیف می نماید و لذت می برد و گاهی مریدان شیخ را در وسط محاصره می کنند و با پاشیدن بانکنوت ها و پول ها شیخ را پولباران می کنند و شیخ با دیدن و با پاشیدن پول ها مستیش گاهی زیاد می شود و گاهی برای مردمان فیض میگذراند و فیض و نور تیر میکند. بنابراین این حالاتی که ما میبینیم بالاخره این زنانی که در آغوش شیخ خود را نزدیک میسازند هر کدام از شیخ فیض میگیرد و نام این است اسلام و نام این است طریقت و نام این است تصوف و نام این است روحانیت و این را گذاشته اند که قلندرهای مست مولا که هر کدامشان با کف زدن و پایکوبی و رقاصی و شانه جنباندن و زنان جوان در آغوش شیخ خود را می چسبانند و شیخ هم از حرارت وجود خود ایشان را سردی ایشان را گرم می سازد و این زنان گاهی به اندازه مست می شوند که بعد از ای که از آغوش شیخ دور می شوند هم می رقصند و گاهی آرامش قلبشان با قلب شیخ یک جا اردویشان آرام می گیرند و این است پرواز نمودن و بعدا دستان شیخ را می بوشد و با چشمان می مالد علایده چشم چپ چشم راست و بعدا شیخ با گرفتن زنخدان دختران و زنان مریدان خود بعدا مجرایی میته و زنان را امرایش امو طریقی درست دست زدن و پای زدن را برایشان یاد میته و خیلی عاشقانه و بسیار لطیفانه زنان را به آغوش میکشه و در برابر خود میرقصانه و این است یکی از حالاتی که در بین امت امروز به نام رسیدن به الله و به نام دین و به نام مغز دین و به نام لب و لباب روحانیت در کشورهای به نام هندوستان و پاکستان
و حتی افغانستان متاسفانه جریان داره. زنان به نوبت می آیند امرای شیخ خود، داخل میدان می روند و شیخ بدماش پیری که در پیری خود جوانی میکنه و قصه شراب کنه است که لذت دیگه داره، و بعدا این شیخ طریقت با این اعمال خود میخواهد برای مردم نشان بدهد که این هم یک طریقتی از باقی مانده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و باقی مانده از خلفای راشدین و از سلف صالح. بله برادران و خواهران، البته با نشان دادن این کلیپ و با دیدن و تماشای این حالت امت حقیقتا تکان دهنده است. ببینیم که مردمان از اسلام چی ساخته اند. مردمان کسان در لباس روحانیت و در لباس تصوف و طریقت زنان و نوامس مردم را به آغوش خود میکشند و نام این را اسلام ناب محمدی میگذارند. پیامبری که در طول زندگی خود زن کسی را و دختر کسی را که نامحرم بوده به آغوش خود نگرفته. پیامبری که پیامبر عفت بود و عزت بود و حتی پیرو کتابی است که قرآن میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. برای مؤمنین بگویید که چشمانشان را پایین بیندازند و شرمگاهایشان را نگه دارند. عجیب است شیخی که نه تنها این کار را نمی کند بلکه تماس جاهایی که حرام است، این تماس نامش تماس گرم کننده و بسیار تماس نور و فیض تیر کننده است که در وجود جانب مقابل حرارت ایجاد میکنه و او را از زمین به آسمان و از اسفل السافلین به اعلی علین پرواز میدهد. درست عین اعمال را کسان دیگری انجام میدهند در لباس هنرمندان بی هنر که زنان و دختران مسلمان را دور هم جمع میکنند و با رقص و پایکوبی نام الله و نام رسول الله را با کمال وقاحت و بیشرمی انجام میتن و یا ادا میکنند و بعد نام این هنرهای مبتذل را اسلام مانده اند و گویا که این هنرمندان با این توهین و تحقیرشان در رابطه با نام الله و نام رسول الله با کف زدن و با رقص و پایکوبی زن و مرد را گرد هم جمع کرده اند و پهلوی هم نشانده اند محرم و نامحرم را و با رقص و پایکوبی گویا برای امت نشان میدهند که مایم که شما را به الله میرسانیم. و الله میگویند، ذکر میکنند و کف میزنند، میرقصند، موش میجنبانند، سر میجنبانند و به عین ترتیب کارهایی را انجام میدهند به نام هنر پاک و موسیقی دلنواز که تنها با گرفتن نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا با بسم الله الرحمن الرحیم که با چنگ و رباب خود زنان و دختران و پسران را در میدان مختلط میرقصانند و میگویند که یک قسمت از شب بود که در آنجا همه در عشق الله غرق بودند. تنبورم الله میگفت، ربابم الله میگفت، دول و ارمونیم الله میگفت و زنگ و جامنی که در پای دختر و پسر بسته کرده بودند الله میگفت
موهای دختران و پسران که شور میخورد الله میگفت و دستا به هوا بلند و پرتاب میشد، گاهی راست و گاهی چپ، همه الله میگفتند. و اینها میگویند که این است رای خالص اسلام و کسان متعصبین وجود دارند که این حالت را نمیدانند و نمیفهمند. اشعاری که ما گفتیم معنای او را نمیفهمند و نام این حالت را اسلام گذاشتند. متاسفانه بگویم برادران و خواهران که امت ما هر کسی از این اسلام یک بهانه و یک وسیله ساخت و برای پیش بردن اهداف شوم و پلید نفسانی خود کارهایی را انجام دادند. متاسفانه و من یقین دارم در همین لحظاتی که من خدمت شما این مطالب را بیان می دارم، در ذهن و دل و دماغ شما تصاویر و عکس‌ها و مثال‌های از این مجالس خرافاتی خطور میکنه و شما حتما یا شنیدین یا بیاد دارین که کسانی هستند که هم در محافل عروسی خود میگه عروسی ما واقعا چیز دیگه خو نبود، خواندنای آرام داشت، ولی زن و مرد که یک جا بود باقی نداشت. این متعصبین هم که شما را میگویند که ناموستان است در دست بیگانه نتین، دخترتان امرای مردم بیگانه شما ارتباط نتین، این کار متعصبین است. دلهایشان چرک داره، قلبهایشان درست نیست. متعصبینند که میگویند که مسائل حلال و حرام، محرم و نامحرم، متعصبینند که میگویند رقصیدن مردم و الله گفتن مردم در خانقاه ها و در مزارات و مقبره ها و اختلاطشان با شیخ طریقت و آویختن عکس‌ها و تصاویر در دیوارها و نصبش و بعداً سر جنباندن و دست جنباندن و کمر شور دادن و پای رقصیدن در محفل شیخ حرام است. این کار متعصبین است. این متعصبینند که میگویند از کشورتان دفاع کنند. این متعصبینند که میگویند بله ما باید در قضایای جهانی عدالت داشته باشیم. این متعصبینند. ما در امی روز یکشنبه در شهر هامبورگ در روز شنبه، البته روز جمعه شام شنبه، در یک محفل از محافل عروسی دعوت بودیم، با فامیل رفتیم، ولی در آنجا واقعا این جوانانی که در یک سالون بزرگ جمع شده بودند و از ملیت‌های مختلف آمده بودند و محفل با تلاوت قرآن آغاز می‌یابد و با صحبت‌های پیرامون ازدواج و نکاح و همچنان روی فلسفه ازدواج و حقوق زن و مرد راجع به این مطالب ما صحبت داشتیم. یک فضای عجیبی بود و من این را به این جوان عبدالله جان الفت من تبریک میگم. ولی مردمان اند که متاسفانه در تمام بخش‌های زندگی از خود یک اسلام دیگر ساخته اند، از خود قوانین دیگر ساختند، نام او را اسلام گذاشته اند و ما حتی متاسفانه بر جاهایی که مردم این مطالب را به نام دمادم مست قلندر، علی شهباز قلندر و این محافلی است که به نام دین و به نام اسلام متاسفانه که گرفته می شود و مردان دور زن یک جا نشسته و زن با دست انداختن خود دمادم لعل شهباز قلندر می خوانه. ولی برادران و خواهران، نشان دادن این مطلب این اسنادی است که امت اسلام را خجل میگردانه. این صحنه های تکان دهنده امت اسلام را
در برابر کسانی که تازه به این دین دعوت شده اند واقعا مورد سوال قرار میدهند که آیا همین اسلام است؟ و دیگه غلام شمس تبریزم قلندروار میگردم، خوانده میره و سمت راست و سمت چپ خود را به اصطلاح می جنبانه و به نام مولانای روم و به نام دیگه مطالب خوانده می روه و بله این از برادران و خواهران حالت امت اسلام. غلام شمس تبریزم قلندروار می گردم و بعدا نام مولانای روم و نام بزرگان امت اسلام و اشعاری که ایشان سروده اند در مجالس اختلاط زنان و مردان و فحاشان و عیاشان گرفته می شود گویا که مولوی روم یک گروه از زنان را می رقصاند، گویا که مولوی روم از نامش که پیداست مولوی روم، مولانا جلال الدین رومی که مولوی بود، عالم دین بود، در پهلوی شاعر بود، نه پیغمبر بود و نه فرشته مقرب، نه معصوم، بلکه صاحب خطا و اشتباه. نمیتوان گفت که او معصوم بود، نمیتوان گفت که او پیغمبر بود، اما ما برش دعا میکنیم الله مغفرتش بنمایه. اما از او هم حتی کسانی که به اسلام ایمان و عقیده و باور ندارند، حتی سنت ها و احادیث پیامبر را انکار میکنند، حتی تاریخ اسلام را قبول ندارند، حتی میگویند که استالین و مارکس و لنین حق است و الله و پیغمبر و جنت و آخرت باطل است. همین مردم ها هم برام مولانای روم محافل میگیرند، شب نشینی ها میکنند. این است که اسلام به انواع گوناگون از زاویه های مختلف می آید و هر کسی به یک نام و عنوان علیه اسلام و مسلمین اعمال زشت و ناروای خود را انجام می دهند. حتی این مزخرفات به اندازه در بین امت مروج شد که در بین قبرها می روند و در حالی که زنان و مردان با آلات موسیقی می رقصند ولی گروه از زنان را چهار دور قبر می نشانند و با کف زدن و با زلف انداختن و با احضار و آوردن دختران جوان و زنان بر گرد قبر و پاشیدن گلها، اینا ببینم که آویزان کردن گلهای رنگارنگ، آمیلهای گل و انداختن پوشهای بر سر قبر، این زنانی است که در اینجا می نشینند و یک زن هم بر سر قبر سر خود را گذاشته و مراد و مقصود خود را از بین قبر می خواهد با لباس سرخ. این البته حالت امت است متاسفانه که ما این را مشاهده می کنیم. بله برادران و خواهران، این حالت امت اسلام است و نام این را گذاشتم اسلام ناب محمدی. نام این را گذاشتم همان روحانیتی که ما را از فرش به عرش می رسانه، همان راهی که انسان را مانند فرشتگان پرواز می دهد، همان راهی که ما تزکیه شدیم و ما تربیت یافتیم، در حالی که تمام این عناوین و تمام این اعمال و تمام این کارهایی که ما مشاهده کردیم از الف تا به یا کارهای شیطانی، کارهای ابلیسی و کارهای دجالی است و این توهین است به امت اسلام
به نام این طریقت و این تصوف. اسلامی که آمد و گفت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این کتابی که در آن شک وجود نداره و هدایت از برای متقین، هدایت از برای متقین. چند دلیل ما داریم از قرآن و سنت و راه و روش سلف و مجتهدین امت، چند دلیل داریم از اجماع امت و از قیاسی که در تطابق با قرآن و سنت باشد که پیامبر اسلام و یا صحابه این چنین دختران نامحرم و زنان مردم را جمع میکرد و اونا را به الله میرسانید. چند دلیل داریم که مردم دور قبر جمع میشدند با طبله و با ارمونیه و با موزیک و با رقص و پایکوبی و سر خود را بر قبر میگذاشتند و میگفتند که ای قبر حاجت مرا برآورده بساز. چه تعداد از زنان در صدر اسلام و غیر صدر اسلام به خاطر دارند که پیروان اصیل قرآن و سنت بوده اند و سرانشان را برهنه کردند و می جنبانیدند سر خود را و مخ خود را در پیشروی نامحرمان و در پیشروی مردمان بیگانه و نام این را تصوف و نام این را طریقت و نام این را روحانیت می گذاشتند. شرم و ننگ باد بر کسانی که این راه را راه اسلام می دانه و یا راه دین و روحانیت می دانه. بودند دجالانی که به نام تصوف یک زن و یک مرد جوان را پهلو به پهلو حلقه می زدند و بعدا در حالت ذکر چراغ‌ها را خاموش می کردند و بعدا شیخ طریقت به اونا نور تیر می کرد و حتی محرم زنانشان معرفی می شد. این کدام تصوف و کدام روحانیت است؟ آیا می توان متصوفینی که امرای عبدالفتاح سیسی یک جا شدند در کشتن برادران و خواهران مسلمان خود، متصوفین بودند، اینا تزکیه شدگان بودند، اینهایی که با استعمال مواد نشاور و با رقصیدن در کنار زنان نامحرم میخواهند که مردم را به اعلی لین بالا کنند و برسانند. قرآن کریم میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه را که رسول برای شما داد آن را بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه را که رسول الله شما را منع کرد از آن خودداری کنند. تعجب است که امروزه به نام روحانیت و به نام تصوف و به نام طریقت آن میراث گذشتگان صالح ما را لکه‌دار ساختند، آن میراث سلف صالح ما را و اصحاب بزرگوار پیامبر را لکه‌دار ساختند. هر عیاش بدماش فحاش آمده و به نام روحانیت و به نام دین الله و به نام ذکر الله و به نام تزکیه و به نام ای که تو ایران نمیفهمی یک معنای دیگه داری اشعار، زنان و مردان را یک جا در یک اتاق جمع میکنند و یا در استیج می آورند و یا در مقبره میبرند و یا در میدان حاضر میکنند و به نام انسان به جای رسیده و با چند کلمات تقلیدی که توتیوار یاد گرفته مردان و زنان را به عیاشی و فحاشی میکشانند. حتی برای مردان تبلیغ میکنند که اول باید عشق مجازی داشته باشی، بعدا عشق حقیقی. یعنی اول باید عشق دختر و پسری را در قلبت داشته باشی، عاشق شوی و بعدا عشق الله را کمایی میکنی.
مگر از طریق زنا به الله رسیدن ممکن است. از طریق فعل فحشا به الله رسیدن ممکن است. اگر این طور می بود تمام کسانی که در دیسکو می روند همه اولیاء الله اند و الله رسیده اند. چرا؟ همهشان اول می خواهند که از این طریق خود را به الله برسانند. این توهین بیش به اسلام نیست. غیر توهین و تعقیر به اسلام نام این را شما را به الله یکتا قسم، آیا نام این اسلام است؟ شما خود مشاهده کنید. نام این اسلام است، نام از دین است، نام این روحانیت است، نام این طریقت است، نام تصوف است، نام این کرامات و الهام است، نام این جذب است، نام این مراقبه است، نام این کرامات است، نام این خوارق العادات است. نه خیر، نه خیر و نه خیر. نام این فحشا است، نام این زنا است، نام این وحشت است، نام این خیانت و لکت دار ساختن اسلام است و خیانت به اسلام است. بله برادران بخواهران، هر که پاکج می گذارد خون دل ما می خوریم. شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما. ما باید کار به نام اسلام نکنیم که خود نمیدانیم، ولی در پهلوی ای کار خود و اسلام عزیز ضربات کوبنده و کاری وارد میکنیم. به نام اعمال خود و پیامبر بزرگوار خود خیانت میکنیم. به قرآن خیانت میکنیم، به امت خیانت میکنیم و به تاریخ شاعران و به تاریخ عارفان و به تاریخ زاهدان و بزرگواران خود خیانت میکنیم. اگر مولانای روم همچو میرقصید مانند این شیخ گمراه، یا الله شاهدی میتم در حضور تو که از مولانای روم بیزارم. اگر حافظ همچو یک انسان بوده، یا الله شاهد میگیرم تو را که ما از او بیزارم. ولی به یقین که مولانای روم این کار را تقویه میکرده، این کار را رد میکرده. به یقین که کسانی که به این نام مسمااند، به نام شیخ عبدالقادر جیلانی و به نام شیخ جنید بغدادی و به نام امام حسن بصری و به نام ابراهیم ابن ادهم و به نامهای دیگری که مشهورند و معروفند، از این اعمال اظهار براءت کردند و خود این اعمال را تقویه می نمایند. و این اعمال نه تنها که اسلام آن را تایید نمی کنه، بلکه بر ضد این بدعات و خرافات و منکرات باید جنگید، باید مبارزه کرد. من دعا منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. برادران و خواهران، ما وقتی که این مطالب را بیان می‌داریم ناگفته نماند که ما هر کسی که منسوب به تصوف باشه او را به نام مشرک و یا کافر و یا مبتدی مخاطب قرار نداده، بلکه حق را ما نداریم. ما امت وسط هستیم و کذالک جعلناکم امة وسطا، همچنان ما شما را امت میانه گردانیدیم. لتکونوا شهداء علی الناس، تا که شما شاهدان بر مردم باشند. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول الله بر شما گواه باشد. در این رابطه با تمام جفا و جور و جنایتی که به نام روحانیت و تصوف صورت گرفته، همان طوری که در مساجد به نام مساجد جنایت و جور و جفا صورت گرفته، مگر ما منکرین مساجد نیستیم. همان طوری که به نام حدیث و تفسیر قرآن جنایت صورت گرفته، ما منکر حدیث و تفسیر نیستیم.
همان طوری که به نام فتوا جور و جفا و جنایت صورت گرفته، مگر ما منکر مفتی و فتوا و استفتا نیستیم و مستفتی و امثالش. می شود که یک نفر عالم بزرگواری گمراه شود و اراده الله بر همین رفته باشد، مگر در رابطه با این مطالب که الان صحبت از این آمد که می توان در محدثین محدث پیدا کرد که در خدمت استعمار باشد. از جمله مفتیان کسانی را پیدا کرد که فتوای غلط می دهند. از جمله منسوبین به اسلام کسانی را پیدا کرد که بر ضد اسلام عمل میکنند ولی میگویند که مسلمانیم. از جمله دارندگان مساجد، مسئولین مساجد کسانی را بیابیم که اشغال را تایید میکنند، اسلام را میکوبند، نظام اسلام نمیخواهند، خودشان مسجد دارند، نظام قرآن نمیخواهند. ما کسانی را شاید بشناسیم که ایشان خود برای رقصاندن دختران و پسران مردم محفل ساختند، سالون ساختند، جای ساختند، ولی دیگران را متهم میکنند. کسانی که درون مساجدشان فاتحه پرچمی و خلقی و شعله‌ای تعزیه و فاتحه‌اش گرفته می شود ولی با مسلمان در جنگ است، دعوتگر را دوست نداره. همینطور امکان داره، امکان داره که از مسجد برای اسپانسر شدن برنامه هایی که منکرین احادیثند و پیغمبر توهین میکنند و قرآن توهین میکنند، از درون مساجد اسپانسر شوند و برای یک دو برنامهش پول روان شده باشه. امکان داره که امامش بگویه که خوب گپا میزنه، چرا؟ که حریف مرا میکوبه. به خاطر حسادت. مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرم بتخانه شد. اما در رابطه با مسئله، چون حرف ما زیادتر روی مسئله تصوف ترکیز کرد، فراموش نکنیم که 3 نوع نظریه درباره این گروه وجود داره و ما باید عدالت را نادیده نگیریم. این عقیده ما است و این نظر ما همچون نظری که الان میگویم و امون نظری را که علما گفته اند و بنده در امی خط روان استم. اگر کسی میخواه که عقیده مرا در رابطه با مسائل تصوف و روحانیتی که به نام تصوف یاد می شود بدانه، این فتوا را در پرده تلویزیون خوب دقیق نگاه کنه که نظریه بنده عین چیز است. این فتوا را که ابن تیمیه رحمه الله در مجموع الفتاوای خود در جلد 14 صفحه 176، البته چاپ ها فرق میکنه، من دارم این مجموع الفتاوا را الحمدلله، در اونجا نوشته میکنه که ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طریقهم. درباره اهل تصوف مردم ها زیاد نزاع داره و در سیستم و طریقیشان. فطائفة زمت الصوفیه و التصوف، یک طایفه اینا را میکوبه و میگویند انهم مبتدعون خارجون عن السنه، اینا مبتدعینند و از طریقی رسول الله بیرون رفتند و دلایل خود را آوردند. طایفه دوم غلو کردند درباره اهل تصوف و دعوا کردند که بهترین مخلوقات در روی زمین امینا اند و بعد از پیامبران کاملترین انسان ها اند. شیخ الاسلام میگوید اردوی اینها در صحبتایشان افراط و تفریط است و الصواب و قول درست این است و قول صواب
انهم مجتهدون فی طاعت الله، که ایشان در عبادت الله اجتهاد کنندگانند. کما اجتهد غیرهم من اهل طاعت الله، مانند که غیر متصوفین از اهل طاعت الله اجتهاد میکنند. و بعدا شیخ الاسلام میگوید ففیهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، یک تعدادشان مقربین و سابقینند به اندازه اجتهاد و کوشششان در راه عبادت، بسیار به الله میرسند. و فیهم المقتصد، در بینشان میانه رو است که از اهل یمین و راستند و اصحاب الیمین اصحاب الجنتند. در هر کدام از اینا مقربین و مقتصدین، هم مسابقه زنندگان که مسابقه را برنده اند و میانه روان اجتهاد میکنند، در اجتهاد خود خطا میکنند. و در بینشان کسانی اند که گناه میکنه پس توبه میکنه و یا نمیکنه. و من المنتسبین الیهم، از جمله کسانی که خود را منسوب به این گروه میدانند، من هو ظالم لنفسی، ظلم میکنه بالای خود، عاص لربه، از پروردگارش نافرمانی میکنه. و قد انتسب الیهم طوائف من اهل البدع و زندقته، گروهی از اهل بدعت و زندقه خود را منسوب به روحانیت کرده اند. ولكن عند المحققین من اهل التصوف، در نزد تحقیق کنندگان اهل تصوف لیس منهم، اینا از روحانیت تصوف خارجند، این زندقا و مبتدعین، مثل می کسایی که با زنا و مردا یک جا می رقصیدند. کل حلاج، مانند حلاج، اکثر مشایخ طریق او را انکار میکنند و او را از طریق و از راه خارج میدانند، مثل که این فتوا را داده الجنید بن محمد سید الطایفه، جنید بغدادی. و شیخ ابو عبدالرحمن السلمی این یاد میکنه در طبقات صوفیه. ابو بکر خطیب حافظ در تاریخ بغداد این یاد میکنه. بله برادران و خواهران، 3 نظریه بود. یک تعداد تمام خوبی های اینا را انکار میکنه، غلو میکنه. و دوم کسانی اند که خود را منسوب به این گروه میدانند و مشایخ خود را از پیغمبران بالا میدانند و یا در موردشان غلو میکنند، هیچ عیب و نقص و گناهی را در وجودشان نمیبینند. و سوم معتدلین و منصفین بودند که اینا آن اعمال اینا را که موافق شریعت است قبول دارند، آن اعمال ایشان که مخالف شریعتند رد میکنند با جرأت. این نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بود و ابن قیم جوزی شاگردش و محمد ابن عبدالوهاب و شیخ محمد عبده و شیخ رشید رضا و محمد اقبال لاهوری و از علمای معاصر شیخ علامه دکتر یوسف قرضاوی و سایر علمای دعوتگر اسلام رحمهم الله و حفظهم الله. این نظر خلاصه بود که ما پس 3 گروه داریم در اینا، کسانشان که به کلی از جاده شریعت برآمده اند، کسانشان که گناه میکنند و خطا دارند و ثواب هم دارند، و کسانشان که مقربین و سابقین مردمان نمونه اند. به این خاطر است که یک تعداد به قول شیخ الاسلام بازی را در اقتضاء الصراط المستقیم، این کتاب شیخ الاسلام است، این را هم ما میبینیم، همه با هم نوشته کرده. و انت تجد کثیرا من المتفقهه، بسیاری از کسایی که خود فقی میگردانه، از جمله فقیهام خود را حساب میکنه و به زعم خودشان نظرات عالمانه دارند. اینا ازاره المتصوف و المتعبده که یگان صوفی رقم و یا عبادت کنندگان را میبینن، لا یراهم شیئا، هیچ در قصه شانم نیست، میگه هیچ چیزم نیستن، یا ولا یعدهم الا جهالا ضلالا، اینا را نمیدانند مگر جاهل و گمراه. ولا یعتقد فی طریقهم من العلم والهدى شیئا، در راه از اینا میگه نه علم است نه هدایت، گمراه در گمراه، جاهل در جاهل. و ترا کثیرا من المتصوفه، شیخ الاسلام میگه بسیاری متصوفه و المتفقره، کسانی که در حالت فقر زندگی میکنند، لا یرى الشریعه ولا العلم شیئا،
باز بسیاری از صوفی رقمها و فقیر مانندها هم به شریعت و به علم هیچ اصلا توجه ندارن. میگه شریعت به درد نمیخوره و علمم و عالمم به درد نمیخوره. بل یرى المتمسک بها منقطعا عن الله. کسی که به شریعت و به علم تمسک کنه میگه از الله جدا است. و انه لیس عند اهلها مما ينفع عند الله شیئا. کسی نیست که در نزد الله به چیز ثواب پیدا کنه. یعنی یک گروه صوفی ها را به کلی جاهل گمراه از شریعت و جاده برآمده میدانه. گروه دیگه خود صوفی ها هستند که یک تعدادشان میگویند که شریعت و علم به درد نمیخوره. اما شیخ الاسلام چی میگوید؟ ببینیم شیخ الاسلام صراحتا میگوید و انما الصواب، حقیقت امر چی است ثواب؟ حال ثواب را بدانیم. انما جاء به الکتاب و سنت، آنچه را که کتاب و سنت قبول داره، من هذا و هذا، از گروه اولی و دومی، از صوفی و از ملا و از عالم و از اردو گروه، من هذا و هذا حق، آنچه که مطابق قرآن و سنت است از در گروهی که باشه حق است. و ما خالف الکتاب و سنت من هذا و هذا باطل، آنچه که مخالف کتاب و سنت باشه از این گروه و آن گروه اردو باطل است. این را در اقتضاء الصراط المستقیم بیان می‌داره. برادران و خواهران، حقیقت امر که یک قضاوت بسیار منصفانه و عادلانه بود، ما هم به می نظر باید باشیم، به خاطری که در رابطه با این شخصیت های بزرگوار ما کسانی را میشناسیم و کسانی را پیدا میکنیم که اینا حقیقتا در بخش علمی بسیار آثار بزرگ داشتن، مثل جنید بغدادی، شیخ عبدالقادر گیلانی و حتی خواجه عبدالله انصاری. در بخش‌های جهادی بسیار نقش بازی کردند. شخصیت‌های مانند نورالدین زنگی و سلطان صلاح الدین ایوبی و امثال اینا، شیخ شامل و کسان دیگری که ما یک نمونه بسیار کمی ایره برای شما بیان کردیم. و در رابطه با پخش و نشر علم و اسلام اینا هم نظرات داشتند. اما کسانی از اینا وجود دارند که اینا گمراهانند. اینا کسانی هستند که به طور مثال هر چیزی که در ذوق و در شوق و در فکر و در وجدان و در الهامشان برابر آمد میگویند که اونمو حق و باطل را معلوم میکنه برای ما. هر چی که به فکر و ذوق و شوق برآمد، هر چی که به گمان و به وهمت برابر آمد، هر چی که دلت گفت اونمو شریعت است. و اینا از طریق کشف و الهام میخواهند که به مردم بفهمانند که رای دین است و رای الله است، در حالی که گمراهی است. دوم، این مردم ها در بین شریعت و حقیقت گمراهانشان فرق می اندازند. اینا را ما قبول نداریم و بدون شک فرق قائل هستند بین علما و بین عرفا. اینا میگویند که رای ما از رای علما جدا است، از رای محدثین مفسرین. ما یک رای خاص داریم، در حالی که رای تو مطابق قرآن و سنت نباشه رای باطل است. این گپای امی مردمایی است که باطنیه هستند و خود را به نام تصوف و به نام دین و به نام عرفان جا میزنند. و دیگه از گمراهیشان ای است که کار کردن در زندگی دنیا و جد و جهد را برای مردمان گاهی حرام جلوه میدهند و حتی گاهی میگویند که نباید اعمال را ما انجام بدیم، در حالی که پیامبر اسلام در دنیا حسنه میخواست، در آخرت حسنه میخواست. کار میکرد، زحمت میکشید. صحابه باغ داشتند، بستان داشتند، زمین داشتند، دستاشون آبله میکرد. برای تجارت تا مرزهای چین، مالزیا و اندونزیا میرفتند و تا به شام میرفتند. توسط این تجارت و مال و تجارتشان مردمان را به دین اسلام دعوت دادند. و به عین ترتیب اینا گاهی وقت عقیده جبری و سلبی در وجودشان حاکم می شود و اینها را ما قبول نداریم که ما در برابر این زندگی یک پریکا هستیم. باد حوادث ما را هر طرف میبره، از خود ما اختیار نداریم، از خود ما اراده نداریم، از خود ما نمیتونیم که راه را انتخاب کنیم، در حالی که قرآن میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
یا شاکر و یا کافر و ناسپاس است. و هدیناه النجدین، دو راه روشن را ما برایش معرفی کردیم، دو راه را. و دیگه از گمراهی هایی که گروه های گمراه میکنن این است که آنقدر خود را، شخصیت خود را لغو میکنه که گویا هیچ گونه خطا و اشتباهی در وجود شیخ ما وجود نداره، نه گناه میکنه نه اشتباه میکنه، مثل معصوم، مثل پیامبر، مثل فرشته های آسمانی. اینا لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. و از جملات اشتباهشان از اون گروهی که شیخ جنید بغدادی گفت که ما او را رد میکنیم، این از بعض عقاید غیر شرعی و عقاید نادرست، مثل ای که ابلیس در روز قیامت نجات پیدا میکنه، و یا ای که در برابر حق گناهگار و بیگناه مساوی است، و یا اهل آتش لذت میبرند در جهنم، بسیار خوش هستند که الله الله بگویند میسوزند، لذت میبرند، خوش میشوند. و یا کافران نهایت امر از آتش بیرون میروند. و یا فرعون نجات پیدا میکنه، در آخر عمر خود گفت که من ایمان دارم به رب موسی و هارون. یا میگویند که وحدت الوجودی حق است، الله در وجود انسان ها حلول میکنه، وحدت خالق و مخلوق. یا انسان به درجه میرسه که دیگر نماز از او ساقط میشود، روزه از او ساقط میشود. این عقیده گمراهان و دجالان است. و یا میگویند که علم ظاهر و علم شریعت به درد نمیخوره. و یا اگر کشف و الهام و کرامات با کتاب و سنت در تعارض و در اختلاف واقع شد، کتاب و سنت را ترک و به وجد و به شور و شوق و ذوق و کشف و الهام خود عمل کو. این البته از مطالبی است که ما در این مسائل باید متوجه باشیم. پس ما دانستیم که وقتی که ما میدانیم یک گروه اگر در مسیر حق حرکت کنه، ما اونا را کار نداریم، ما قبول داریم. پس ذکر مشروع و نامشروع را باید بدانیم، حالات مشروع و نامشروع را باید بدانیم، شیخ سالم و شیخ ظالم را باید فرق کنیم. ما باید کرامات را از دجالات و خارق العاداتی که دجالا میکنه فرق کنیم، از وسواس شیاطین که میکنه فرق کنیم. و ما باید کارهایی که در تضاد با شریعت است و با قرآن و سنت است، این را باید ما تفکیک کنیم. این بود برادران و خواهران مطالبی که ما خدمت شما برز رسانیدیم. اما این کارهایی که محافل تشکیل میدهند، میرقصند، گلها میاندازند و پولها پاش میتند و سجده ها میکنند، زن و مرد یک جا مختلط میرقصند و دستها و پاها موزون، حرکات موزون انجام میدهند و بعدا زنان را به آغوش میکشند. این نه طریقت است، نه تصوف است، نه عرفان است، نه معرفت الله است. این دجل است، ابلیسی است، گمراهی است، بدعت است، خرافات است، ضد قرآن و سنت است و ضد سلف صالح است. الله که متعال ما را در پرتو این تحلیل تاریخی و اسلامی و عرفانی و قرآنی و سنت نبوی انشاءالله که ما را عمل نصیب بگردانه و الله سبحانه و تعالی ما را از راه گمراهی در حفظ و امان خود نگه داره. محافل هایی که به نام دین ولی در حقیقت کوبیدن دین است، ما نباید اونا را به نام دین بگیریم. مساجد هم شاید مردم آباد کنن. در زمان پیامبر مسجد بود، مسجد درار، مسجد منافقین. رسول الله امر کرد که مسجد ویران کنن. در اون مسجد ضد پیامبر صحبت میشد، ضد صحابه صحبت میشد، ضد دعوت و آزادی مدینه صحبت میشد، ضد جهاد و مجاهدین صحبت میشد. در خدمت کفر و الحاد و شرک این مسجد کار میکرد. در مسجدی که همچو اعمار صورت میگیره، این مسجد درار و مسجد منافقین است. هر جایی که باشه که بر ضد مسلمان صحبت میشود، بر ضد کشور صحبت میشود، بر ضد امت صحبت میشود، فاتحه کفر و کمونیسم گرفته میشود، ولی جوانان از اون مسجد اخراج میشوند، بیرون کشیده میشوند. و به عین ترتیب ما شاید کسایی داشته باشیم که به نام ای که تو خو نمیفهمی که تار تنبورم الله میگه، رقصم الله میگه، زنگم الله میگه، جامنم الله میگه، ای کاکلای زن و مرد که شور میخوره الله میگه، تو خو نمیفهمی. توی بیت که میفهمی که درباره از این گپ میزنی. ای کلش برادرها
کوبیدن اسلام است، خرافات است و کل ازی بر ضد قرآن و سنت است. و به این ترتیب همین نظر و نیازی را که به نام یک ولی و به نام قبر و به نام یک ملنگ میگیرند و این گاو گسفند میبرند سر روز قبر ذبح میکنند، و یا این زنایی که سر خود را به قبور میگذارند، و یا این مردایی که این کار میکنند و بعدا در پهلوی تجاوز و متجاوز استاد میشوند. اینا کلگیش پیروان ابلیسند و ما از اینا انکار داریم. و نظر بنده نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بود. الله شما را در حفظ امان خود نگه داره. یک تفریح میکنیم مختصر، دوباره در خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. و بعد، و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا. آنچه را که رسول الله برای شما میراث گذاشت و برای شما تقدیم داشت، آن را بگیرید و به آن عمل نمایید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، و آنچه را که رسول الله شما را منع کرد از آن خودداری نمایید. بحث امروز ما راجع به بعض اعمالی که به منسوب به اسلام می شود ولی در اسلام عزیز اصل و اساس نداره. ما روی این مطالب صحبت داشتیم و آن را در چارچوب شریعت الله تحلیل کردیم و دلایل پیش کردیم و آن را مقایسه کردیم با صدر اسلام. الحمدلله که ما من حیث مسلمان ها این کار را هر چیزی که حق باشه قبول داریم و ناحق باشه قبول نداریم. ولی پیش از اینکه سوالای شما را گرفته باشم، یک اعلان عمره هم است، من ایرم میگذارم. برادران، سفر حج و عمره گروه نداء المغفره که هم جای خالی داره، کسایی که ثبت نام میکنه برای حج و عمره، این ایمیل آدرسش است. این ایمیل آدرسش است و تلفن هندی یا موبایل. البته شما هر دوش میبینین، دو تلفن است و این هم تلفن خانه است و تاریخ سفرم 24 دسامبر 2015 از شهر فرانکفورت برای مدت 2 هفته به مکه مکرمه و مدینه منوره که رخصتی های سال نو کشورهای اروپایی شروع می شود. برای مدت 2 هفته بهترین سفر به سوی مکه مکرمه و مدینه منوره ان شاء الله. و ما هم چند باری که با این گروپ رفتیم الحمدلله بسیار آسوده و آرام بودیم. جزاکم الله خیر الجزا. بله السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشاءالله ساعت شما قبول شده باشه. سلامت باشین، با عزت باشین. استاد علی قدر، در یکی از صفحات فیسبوک کسی به نام وحید مجده درباره دختران انجینیر صاحب حکمتیار نوشته کرده که با سفارت امریکا اینا ملاقات داشتن. آیا این تومت است یا واقعیت داره؟ آقا صاحب، یا چونی چیزها وجود دارد که باعث شرم مجاهدین ما می شود؟ و میخوایم همین سوال از شما میکنم و جواب از تلویزیون میشنم. سلامت باشید. انشالله که من در این رابطه حتما
صحبت میکنم و تلفن ها را انشالله میگیریم و تلفن ها را آزاد میگذاریم و آزاد است و روی صفحه تلویزیون شما تلفن دارین و بحث امروز ما هم راجع به بعضی کارهای خلاف اسلام بود که نسبتش به اسلام داده میشد. انشالله که چند سوال میگیریم. سوال خواهر گرفتم. جزاکم الله. بله السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله. جزاک الله خیرا به پروگرام بسیار عالیتان. فقط سوال مهمی بود، میال ما اعلان به شماره دیدم. بله. آیا امکان داره کسایی که از طریق کانادا یا امریکا دی سهم بگیره بیاین؟ از طریق کانادا و امریکا؟ بله. دی مسئله عمره؟ بله. با سلامت باشین. تشکر. تشکر. سلام. موفق باشین. خدا حافظ شما. بله السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم اگر خدمتتان داشتم شد که اگر نماز شام فرض کنیم ساعت 6 بجه خوانده شود، یک ساعت بعدش ما میتونیم نماز خفتنه بخوانیم، یعنی چه وقت اصلا روا میشه؟ بعد از یک ساعت امکان داره یا نه؟ عرض سلام باز مجدد. با سلامت باشین. با عزت باشین. بله السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید آقا سر سوال داشتم راجع به نمازا. ما دمی چی میریم دیگه کورس لسان آلمانی هر روز میریم همین نمازای خود در صنف خو میخوانیم. اینال میشه تنها فرض بخوانیم، مثلا پیشین سنتای شبانیم کدام چی نداره و دیگه می راجع به نمازای جمع صلاتین اگه بر ما معلومات بتین یا 2 وقت نماز میتونیم که دیگر پیشین در یک وقت بخوانیم، به خاطر که یه روز از دیگه نمیشه که ما 2 وقت نماز خدا یا بانیم یا اگه کلش هم بخوانیم 10 رکعات هم رسیم وقت هم زیاد میگیره. بله. دیگه به این خاطر رفتیم نمیفهم تنها فرض بخوانیم. چه قسم شما سلامت باشین. خدا حافظ شما. بله السلام علیکم. السلام علیکم استاد محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حالا که صحتتان جور باشه. سلامت باشین. خواستم استاد سوال کنم که باز اشخاص لایف خود ما دیدیم که وقتی که اشعار مولانا را میخوانه اشک در چشمانش میپیچه. مگم کلام پیغمبره که میخوانه اشک در چشمانش دیده نمیشه. یک. و دوم دیگه این اشخاصی که در مسجد میشینن و عکس مولانا را بالا میکنن و سر منبر تکم اندازن، میگن عرس با مولانا تا صبح میشینن شیرخوانی میکنن، ابرای از اینا الله چی حساب میکنه؟ اینا یک شب یک روز به نام عرس مولانا میشینن تنها شیرخوانی میکنن مثل که شما نشان دادین. بله. امرای از اینا الله چی حساب میکنه؟ و تمامشان مثل که شما گفتین برادرای مسلمان است و کسری که شما میگین که شاید هم تر مسجد ها باشن، همین 1-2 ماه 3 ماه پیش کسی بود که از فرانکفورت زنگ زد صاحب مسجد از برسجی هم شکایت از اسلام داره و خواهر محترم میگه این اشخاص کل مردم میشناسن، از زیاد داریم. صحبت ما ایست که بسیار خوب گپ است امشب که ما هم نمیفهمیم کسایی که ورس مولانا میگیرن و در مسجد ها میشینن و در قرآن و حدیث شعر مولانا میخوانن، همراه از اینا چی رقم حساب میشه؟ خیر ببینین. تشکر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. 5 تلفن گرفتم و 3 تلفن از 3 خواهر بود و 2 تلفن هم از 2 برادر محترم و مسلمان ما. اما در رابطه با سوال اول خواهر گفت که در یک از صفحات فیسبوک آقای حکمتیار را دخترانش گفته که با سفارت امریکا تماس داشته و امرای سفیر امریکا یا مسئولین سفارت امریکا دختر خود روان کرده تا که به اصطلاح یک کم تنازل کنند یا صله رحم کنند یا مهربانی کنند. البته این در فیسبوک ها دوباره رد شد خواهر محترمه. ما هم در فیسبوک ها این مطلب را شنیدم و این دوباره رد شد
و کسانی که شما نام گرفتن از آقای مژده که ایره در فیسبوک خود انداخته و او هم دوباره گویا اینطور استدلال کرد که من از یک صفحه دیگه ایره گرفتم و در اونجا اینطور گفته شده بود ولی تایید نشده بود که این کار صحیح است. از گپا اینطور معلوم میشد که یک تهمت و یک افترا و یک دروغ به خاطر یک حریف و یا یک دشمن و یا یک مخالف بوده که هم میخواستن که حتی به اندازه بدگویی و تهمت و افترا در حق ناموس و دختراش هم اما حریم افغانیت را هم پامال کردند. حریم اسلام را خب بدون از این مسئله با سرجنباندن به اشغال صلیبی شکستاندن، ولی حریم افغانیت که به دختر و به ناموس مردم خصوصا در درون کشور مثل افغانستان انسان باید این کار را انجام نده. امیرم متاسفانه مو کسایی که آقای مژده به او وحید مژده اشاره کرد و یا هر کسی که ایره تقویه کرده و تایید کرده حتی به مو ناموس خودم احترام قائل نشده. چطور یک انسانی که بیشتر از 10 سال تا 15 سال تا هنوز تمام زندگی خود را وقف آزادی و یا به خاطر هدفی که داره در کوه و دشت و صحرا، ولی یک نفر بیغم بیایه در یک صفحه فیسبوک بندازه که دختر زیب به فلان و فیسبوک نه قرآن است و نه حدیث. فیسبوک را انسان ها می سازه. در این فیسبوک ها چیزای مندازن که عکس تو را میگیره، عکس مرا میگیره، عکس دیگران را میگیره و از یک چیز دیگه می سازه. حتی عکسای از ما میتونیم که یک چیز دیگه بسازیم، ولی مسلمان در گزارش خبر نباید منافقانه عمل کنه. قرآن کریم صریح میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق برای شما خبر و گزارش آورد تحقیق کنند. و میفرماید که ان تصیبوا قوما بجهالت، که یک نفر و یک قوم را به جهالت و نادانی ضرر نرسانند، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بر فعلتان نادم و پشیمان نشوند. من یقین دارم کسی که به خاطر دفاع از ناموس خود و از زن و فرزند خود خون خود را و سر خود به کف خود گرفته، ما در خانواده از او 1% هم به این عقیده نیستم. در درون خانوادهش من هم تا اندازه میشناسم، بلکه بسیار نزدیک میشناسم که این اعمال را انجام داده باشند و یا سند و یا دلیل وجود داشته باشه. اما سوال در اینجا پیدا می شود که کسایی شاید از مربوطاتش و از خویشاونداش با امو کسایی که رد میکنی خودت که ما باشم ارتباطات داره، از حزبش رفته باشه به کابل به دیگر جا، ولی من در جواب میگم مردم ها است که زنایشان رفته، پس شویش باید کشت. مردمش است که زنش رفته. پس حکمتیار اگر مجاهدینش و یا قمانداناش رفته، این تو مردم است که زناش رفته، دختراش رفته، پس این مردم باید کشت؟ نه، مسئولیت در اسلام فردی است. در اسلام فردی است و قرآن کریم میفرماید که ولا تزر وازرة وزر اخرى، گناه یک نفر دیگه نفر نمیبره. ولی در قسم برای دشمن خسیس و دشمن پس فطرت و دون همت، اونا به هر قسمی که بخواین که دلشان و عقده های دلشان خالی می شود پروا نداره، برایشان سهل و آسان است. ولی برای یک انسان با همت و سربلند و با وجدان و دارای ناموس بازی صحبت ها واقعا بسیار شرم‌آور و خجالت آور است. اگر کسی یک ذره ناموس داشته باشه این گپ نمیزنه، یک ذره ایمان داشته باشه، یک ذره افغانیت داشته باشه و انسانیت، این گپ را بسیار با کمال یعنی شرم و حیا از این خودداری میکنه. من به می تفسیره اکتفا میکنم. خواهر دوم که زنگ زدن گفتن امکان داره کسانی از طریق کانادا و امریکا، بالکل امکان دارند. اگر خواهرها یا برادرانی از امریکا و کانادا خواسته باشند در این سفرها هم سفر باشند، اینو باید مراجعه بکنند در همان جا مثلا
5 نفر یا 10 نفری که اینا میخواهند مراجعه بکنند به سفارت، از اینجا برشان مکتوب داده میشود. اگر بپذیرند، من نمیدانم میره مکتوبی که هتل است، مکتوبی که بسا یا بوسای موترای گرفته شده و تکت طیاره و خدمات تماما در مکه مکرمه و مدینه منوره، با این مکتوب شما مراجعه میکنین به سفارت کشور سعودی. ان شاء الله که اگر قبول بکنه خود کار خیر است. من خودم شخصا سابق در سفرهای حج از جای دیگه میرفتن امرای ما، مگر این سوال شما را یک دفعه ان شاء الله آدم یک پرسان بکنه، الله کریم است. و خواهری که گفت که اگر نماز شام یا برادری بود 1 ساعت بعد از نماز شام نماز خفتن و اشاره ادا کنیم. اگر نهایت مجبور یک انسان باشه میتونه کار بکنه، در غیر از او 1 ساعت و 15 دقیقه بلا شبهه میتونه که نماز ادا بکنی ان شاء الله. و خواهری که گفت در کورس لسان آلمانی نمازها را در صنف میخوانیم، آیا امکان داره که تنها فرض بخوانیم؟ خواهر محترمه، اگر برای سنت ها وقت نباشه از نخواندن کرده خو خواندن فرض بهتر است، بله بخوان، اما سنت ها را الله کریم است که الله مغفرت کنه تو را. ولی وقتی که آمدی میتونی که نوافل بخوانی، اگر امکانات نبود بله میتونی را، اما نهایت درجه کوشش کو که سنت ها خوانده شود مرتب، سنت های مؤکده. اگر نتوانستی فرض را تنها بخوانی، این ان شاء الله برای تو یک اجر است و ثواب است و عمل به یک کار حسنه و به یک کار خوب است. اما در رابطه با این که جمع بین صلاتین، در این فقهای امت اسلام 2 نظر دارند. یکی جمع حقیقی که وقت نماز ظهر نماز عصر بخوانی و یا در وقت نماز عصر نماز ظهر امراش یک جای کنی، این را جمع حقیقی میگویند در وقت نماز ظهر یا در وقت نماز عصر، که دیگه نماز در وقت نماز دوم داخل میگردانی. اما یکی جمع سوری است که این نظر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، که اردو مذهب دلایل و اسناد و مدارک خود را دارند. اینطور نیست که از معده خود گفتند که نماز پیشین دیر بخوان در آخر وقت. مثلا 5 دقیقه به نماز عصر که ماند، به اساس تقسیم اوقاتی که تو در شهری که هستی داری، 5 دقیقه به نماز عصر ماند نماز ظهر بخوان. با مجرد که خواندی نماز عصر امراش یک جای کو. و این تنها در سفرها است که آدم مسافر باشه. اما در حالت اقامه آیا میتونه یک انسان این تنها در مذهب امام احمد بن حنبل و بعض فقهای دیگه اشاره کرده اند به این مطلب که اگر یک نفر در شرایط قرار میگیره که اگر من این 2 نماز را یک جای نخوانم مقیم است، من اردو نماز ازت میتم دیگه هیچ وقت پیدا نمیکنم و مطمئن 100%، مثل بعضی کارگرایی که در دل زمین میروند در معادن زغال سنگ کار میکنند یا دیگه معادن، یا در پشت یک ماشین نشسته که دیگه اجازه شور خوردن نداره و نفقه هم برش فرض است. در این صورت او حدیث را عمل میکنند که پیامبر علیه السلام، حدیث مسلم است که در مدینه منوره نماز ظهر و عصر را یک جای خواند بدون مطر و بدون مرض، بدون باران و بدون یک مرض. والله اعلم بالصواب. و از برادر محترمی که 5 نفر بودن گفت بعضی اشخاص را خود ما دیدیم که وقتی اشعار مولانا را میخوانند به چشمانشان اشک حلقه میزنه، ولی با کلام پیامبر اسلام هیچ تکان نمیخوره. این یک چیز طبیعی است برادر محترم. چرا؟ کلام پیامبر مقام و مرتبهش بالا است و سطح علمی از آدم پایین است. بناهن کلامی که از کلام پیامبر پایین است او را زود میگیره، میفهمه و تاثیر میکنه سرش. ولی کلام پیامبر چون مقامش بلند است، فهم نداره، شعور نداره یا مستوای عقلی از این به او اندازه برابر نیست سطح علمیش، بناهن تا که او را درک میکنه این باید یک ذخیره علمی داشته باشه، پس به این خاطر دو او کمتر اثر میگذاره. یا مثلا یک نفر میگوید که من به مکه مکرمه میرم، به مدینه منوره، در مدینه بسیار احساس راحت میکنم در کنار پیامبر علیه السلام و این تجربه شده. اما در مکه مکرمه درست است بین الله و بین رسول اصلا مقایسه وجود نداره. عظمت الله و عظمت کلام الله و عظمت بیت الله
با مدینه منوره فرق میکنه. یک مطلب. اما خود پیامبر با مکه اگر مقایسه کنیم پیامبر مقامش بالا است و امو زمینی که پیامبر جسد مبارکش در قبر شریفش با زمین چسبیده، امو قسمت زمین به اندازه جسد مبارک از کل زمین حتی از عرشم کرده، مقامش بلند است از کل کائنات کرده. چرا عرش و فرش کلش مخلوق الله هستند و الله مسکن و مکان نداره، اما تنها در عرش چی صورت میگیره؟ الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش استوا داره. استوا صفت از صفات الهی است، کیف شما نمیدانیم، اما به این معنا نیست که الله متعال در عرش مثل که در کرسی نشسته باشه، اینمی طور جسم داره و نشسته. ما در این کیفیت صحبت نداریم، ولی قبول داریم که استوا حق است، کیفش مجهول است، ایمان به او واجب است، سوال در او بدعت است، انکارش کفر است، طوری که امام مالک رحمه الله گفت. والله اعلم بالصواب. اختلافات در بین علما وجود داره. بله، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم انشالله که خوب هستین. سلامت باشین. ما اگه اجازه شما باشه یک دو کلمات در مورد می صحبتی که پیشتر خواهر و برادر ما شما کردن. یکی خود در مورد برادر مجاهد حکمتیار صحبت کردن. این بجاست به خاطر از که وقتی که مردها در مقابل مرد با زانو در میان، مجبور میشن که با کارهای خشن دست بزنن. این انسان در طول تاریخ 47 سال مبارزه خود که دورانی که ما محصل بودم در پانتون و اینا با مبارزه شروع کرده بودن و مقامت رسای خود ساده هستن و الحمدلله ثم الحمدلله کنوز هم کنوز است. با تنها مجاهدات خود نه که از نظر ادبی واقعا در بین علمای حاضر افغانستان به اندازه کتاب و کتاب مختلف نوشته کردن که هر کدامش راهنمای هنری و فرهنگی جامعه افغانی است که الحمدلله با زبان فارسی و پشتو کل از اینا زبانزد عام و خاص است. الحمدلله آدم باید بگوین که کسایی که از روی حسادت و از روی بدبینی ها صحبت‌های میکنن و به اون سوا میرسانن، این تنها معرفی مقام خودشان است و بس، همه قدر کفایت میکنه. در مورد تصوف و مولانا صاحب صحبت کردن. ما یک چیز میخواستم استاد محترم بگم که مولانا صاحب یک انسان بسیار فوق‌العاده بزرگ هستند، یک انسان فوق‌العاده بزرگ هستند. جامی صاحب، سعدی صاحب، عطار صاحب، بیدل صاحب، اینا انسانای واقعا قابل احترام، قابل بحث هستند، ولی با در نظرش اینا که نه اینا انبیا هستند، نه صحابه هستند، نه تابعین هستند، نه تبع تابعین. اونا هر کدام مقامای خودشان داشتن و اونا هم انسان بودن. و یک چیز باید قبول کنیم که این انسان ها با تمام کارهای نیکی که در جامعه اسلامی کردن و در جامعه دینی کردن، اینا اشتباهات خود دارن. هر کسی که اینا رو معصوم فکر میکنه با مو اندازه اشتباه میکنه که کسایی که اینا رو خردگیری میکنه سر هر موضوعشان. آدم باعث انسانی که واقعا پرکار بودن، کار کردن و قابل احترام هستن، ولی یک دسیسی بسیار بزرگ در جریان همین چند سال در راه است که دشمنای اسلام میخواهند که با معرفی کردن صوفی ها و تصوف و این کتابای بزرگ مولانا صاحب به نام مثنوی و اینا در جامعه حالت را بیارن که خدای ناخواسته را جانشین قرآن بسازن و خود مولانا و امثال همه اینا در جمله انبیا مطرح کنن که اشتباه بزرگ است که نباید برادرها فریب از زیر بخورن. چرا در زمانی که از مولانا و از کتاب خوبی از اینا مثنوی که واقعا کتاب ارزنده و همچنین از کتاب جامی صاحب و سعدی صاحب گلستان و بستان که اینا در نصاب تعلیمی مساجد ما شامل هستن، از اینا استفاده میشن. در این زمان باز ما میبینیم کاریکاتور پیغمبر ما علیه السلام میشه، فیلم های بسیار مزخرف ساخته میشه و احادیث جعلی ساخته میشه و انکار از احادیث میشه که آدم کمک کاری کلیش کار کنه به یک عقیده میرسه که در اینجا یک دسیسی است و ما مسلمان ها باید هوشیار باشیم که افتخار این بزرگا در می است که اینا خود را پیرو رسول مقبول صلی الله علیه و آله حساب میکنن و ما هم به اینا به خاطر احترام قائل هستیم و اینا محبت دارن که اینا واقع است. ولی اون انسانایی که باز اشتباه میکنن از اینا به اصطلاح انسانهای
میسازن که مافوق انسان، یعنی بدون اشتباه و بدون خلل و بدون چرا اونا با ما الزام اشتباه میکنن. ما همین کلمات میخواستم با اجازه شما در برنامه شما بسازم. خدا کنه که اضافه گویی نکرده باشم. از شما بسیار تشکر از صحبت علمی معرفتان. خداوند در اجر و حسنات را حساب کنه. سلامت باشین. علیکم السلام و رحمت الله. ما در رابطه با صحبت پیشتری سوال کننده برادری که نفر پنجم بود گفتن که در مساجد عکس‌های مولانا را آویزان میکنند به نام عرس مولانا و اینا الله با اینا چی محاسبه میکنه؟ این تماما رنگ و بوی این شرکیات و این خرافات، این ارتباطات عمیق داره با یک تعداد گمراهانی که در این حلقات و در این عرس‌ها و در این مجالس به اصطلاح میری و سردمداری و به اصطلاح کلانی میکنند. چطور امکان داره در یک جایی که الله متعال میفرماید و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، مساجد مخصوص الله است، امرای الله غیر الله را شریک نسازند. در این مساجد که تنها عبادت الله شود ما عکس ها را آویزان میکنیم، عکس هایی که صراحتا پیامبر اسلام میفرماید و او را به شکل مجسمه ها گاهی اینا میسازند که اگر در خانه تصاویر آوزان و یا مجسمه باشه فرشته رحمت در او نمیآید. خانه الله که خانه عبادت است و جای نزول فرشتگان و جای اجابت دعا کنندگان است، چطور امکان داره که ما عکس یک شاعری را در اونجا آوزان بکنیم و بعدا زن و مرد ما بیاید در اونجا کف بزنیم و این را به افتخارم در تلویزیون ها روان کنیم که این ما یک مجلس داشتیم؟ کدام مجلس داشتی تو؟ مجلس اسلامی؟ این را به افتخار میگم که ما اقا روشن فکر هستیم. ببینیم که قبلا ما روی خرافات صحبت کردیم. همین مردم است که دامن به پشت مسلمان ها بالا میکنند، دامن به پشت مساجد بالا میکنند و همین مردم ها هستند که برایشان حلال و حرام، برایشان آدم بیرا و گمراه و آدم در راه و در هدایت فرق نداره. برای این مردم است که با زینا خود را شانه به جنبانند و پیشانی ابرو بالا میندازند و برای مردمان میگن چه خوب یک مجلس بود، چه خوب یک مجلس ما گرفتیم. و این شرماور است. پس از که روافض مساجد خود را پر کردند از عکسای خمینی و از خامنه‌ای و از به نام شهید که تمامش مردار است، مثل در سوریه و در عراق که گروپشان به جهنم واصل می شود. خسر الدنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. و این عجیب است که ما یعنی در مساجد کسایی میاد در اونجا باز حتی گاهی در رقص و پایکوبی و در این مسائل شروع میکنه و به نام ای که ولا ما تصاویر مولانای روم در اینجا بالا کرده. مولانای روم میبر گردنت میزه که تمو چپان خود تو را بسته میکن، اکمرای لنگی خود در دارت میزه. با این توهینی که تو به مولانای روم میکنی، تو فنداختن بروی مولانا به نام عرفان معرفت الله را لکدار ساختن و این جواز نداره برادر مسلمان. و الله متعال برادری که تفسیره کردن اینا را مجر بده. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش هستم باز دوباره ان شاء الله دیدار مبارکتان از پرده تلویزیون میبینیم. سلامای خدا بعد در تاثیر جهان به مسلمانان تقدیم میدارم. ان شاء الله تشکر از پروگرام ها مختلف و متنوع شما آقای محترم. فقط امی اگر دارم که تماما امی شولی‌ها، امی رافضی‌ها، امی کسانی که ضد دین هستند، اسلام ستیز هستند، خرافاتی هستند، خرافه‌پرست هستند، پرچمی هستند، شولی‌ای هستند، کمونیست هستند، راویست، هر گروه بدی کس امروز پیرو مولانا، پیرو سعدی، پیرو کسایی هستند که در این رقص، در این به اصطلاح رقص سما، شرابخوری، حتی باور به خدا که شراب یا میخورند، محفلی که میرن، نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند. همین مردم هستند. آقا صاحب سوال ما یک دو قسمت داره که سوال ما در قسمت همیست که زیارت رفتن به مزار شریف است.
به نام زیارت شاه مردان. هزاران فحشا در آنجا صورت میگیرد. آیا علی رضی الله تعالی عنه در مزار شریف دفن است یا نه؟ سوال دوم، یک تعداد روافض افغانی کتاب‌های را به نام تاج العارفین شاه اسماعیل صفوی زندیق در مغازه‌ها و دکان‌های افغانان رایگان میگذارند. به طور رایگان باور کنید بعضی اهل سنت نمی‌دانند به نام صوفی عارف این کتاب‌ها را میگیرند و خریداری میکنند. پیام شما به این هموطنان ما چیست؟ یک نجس مشرک به نام سلطان العارفین لقب دادند. آیا چی تفسیر در باره شما داره آقا صاحب محترم؟ یک دوم، یک تعداد طریقه ها و پیرپرست ها میگویند ما از نماز و روزه معاف هستیم به خاطر که به حقیقت رسیدیم. در این مورد توضیحات شما را میخوایم و اکثر کسانی که پیرو مولانا و صوفیسم هستند از دین از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یا منکرش هستند و عقیده ندارند. دیگه از عالم دور دوستایتان میبوسم آقا صاحب محترم. دیگه وقت گرانمایه که به ما دادین یک جهان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله السلام علیکم. استاد محترم السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر محترم ما میخوایم که امت وسط چراغش دیگم روشنتر باشه، از ما تواتر و جالبتر است که جالبتر شوه. ما پس تکرار میکنیم شما گساخی نشوه، حساب نمیخوایم، فقط همون دوستا اگر فراموش نکرده باشه با شما وعده کمک کردن اونا فراموش نکرده انشاءالله به حساب شما جمع کرده باشه. چرا ما بچه همه هم در جرمنی دادیم انشاءالله زود مشانه ما را سبک بسازه. یا همون چیز مصرف بسیار مهم است، یک ذره تشویش می باشه. چرا که شما هم به این مدیون می باشی از برنامه عمر خطاب باید به وقت تادیا شوه. دوم آمدیم به که از روز که اینترنت برآمده 50% دروغ زیاد میگه. آمدیم دو کردیت آقا ما تمام برنامه را تعقیب 20 سال از اخبارش میخوانیم شهادت. حکمتیار دو چیز دارد، با امانتدارترین و با ناموسرین تمام تنظیم‌های جهادی یعنی می آدم بود. دوم ای که با تره و دوستان و مزاری ارتباط کرده و موضوع سیاسی شان هستن او ارتباط نمیگیره. لیکن ای که اقصا غیره شده هیچ او کی که غرور داشت که برایگن ندید یک تو ارزش ندارد. این کاران به این صورت شخصیت از نو گنجایش نداره. زنده باد حکمتیار دیگه ما موضوعات سیاسیشن ما ارتباط نمیگیریم. اما این استاد محترم به برنامه باید یادآوری شوه. 4 ماه او روز که به شما را واقعا در داد ما پاچگیر داریم. یک فهیم نام داره از کانادا که خطاب صاحب تکلیف بیتا ستمیست. یکم اختریس از جرمنی پر محتوا صحبت میکنه لیکن چیز مخلص نیست. یک نفر اینه در جرمنی چیز سامو چیز نداره شفیع عیار یکم او روز که به جرمنی شما را جور داد. این 4 ماه پاچگیر ما داریم. اینا اصلاح شوه انشالله خدا گمش میکنه یا خدا اصلاحشان کنه. زنده باد امو یک جوان مرد که صدا کرد. اگر ما اینطور یک دوستم یا کمکار در لندن میداشتیم ما خود 50% اینجا چپا کردیم یا اگر امرای ما بیود سفارت افغانستان هم در میدادیم که هیچ جنایتکار در زبانها که هر روز جنگ از سفارت پشت زبان میره میگه برو دری ریاد بگیریم پاسپورت هم یه پروش جنایت خیر. این موضوع اومد. سمان آخر آمدیم به این که 50% اوی چیز دیگر و غیره ندی. خب دیگه برنامه چیزی گفتنی نه. سلامت باشین. خواهی شما را به الله میسپارم. بله سلامت باشین. یک کلم تشکر که دیگران را انشاءالله بگیریم. ما انشاءالله یک تلفن دیگر هم بگیریم. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خود مبارک است، برنامه مبارک است. سلامت باشین. و کسانی که کمک مالی میکنه به برنامه امت و نام محترم مبارک هستند. سلامت باشین. استاد محترم تکراری میشه و وحیدی میزه در هفته گذشته به منبع خطاب عمر خطاب میمان بود خودشون پسان این مسئله مخترع گلبدی مرد سوی رو خودتون گفتیم ویره بانی میزیستانی ویره که و آمدیم در باره ازی که خبیثان چرا فحشا و منکرات که خودت این اکید نشان دادی یا نه بطای مولانا روم و دیگه اولیاء الله را میمانه چرا باور داریم که دشمنای اسلام است و اونا بدنام میسازه و اونا که پیش خدا عزت داره و آمدیم یک سوال میکنیم خداوند قرآن نشان ده سپاره بیتی گفته حفظ و عرف صلوات و صلات الوسطى
استاد عبارتش از کدام نماز و چرا ایره که قدر تاکید کرده دیگه وقت مبارکت نمیگیریم دیگه دوستان دلین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله السلام علیکم. انشالله خیلی اول سوال ما خدمت برادر باید برز برسانم که آیا سیدنا علی بن ابی طالب در مزار دفن است؟ نه خیر، در مزار علی ابن ابی طالب دفن نیست، بلکه در نجف به شهادت رسید. در نجف از طرف فرزندانش از طرف شب به خاطر بیم و ترس از خوارج که جسد مبارک سرقت نکنند دفن شد و نماز جنازهش شخصا پسر بزرگش امام حسن رضی الله عنه بالای پدر بزرگوار خود ادا کرده و این تاریخ هم ثابت میکنه که در نجف است و کتاب های مشهور مانند البدایه و النهایه و تاریخ های معتبر دیگری در این رابطه کلا قاطع صحبت میکنه. اما ای که در مزار یک جای ساختن و یا کسی بوده باشه به نام علی ابن ابی طالب کدام کسی دیگری را یا قبر را پیدا کردن که در تخت سنگ از او نوشته شده بود و او را کاویدند، زمین پالیدند و او را یافتند، این دیگه به معنای نیست که علی ابن ابی طالب باشه و گفتن که در خواب کل از او روایت که ببینید روایت خواب و الهام کشف است و او حجت شده نمیتونه. و شما میبینید که امروزه در به نام مزار و به نام بالا کردن بیرق و طوق مزار چی انسانایی که جانی ترین انسانا در تاریخ افغانستان است در او سهم میگیرند و چه جفایی در حق اهل بیت رسول معظم اسلام که تا 40 روزه رقص و پایکوبی به نام مزار علی ابن ابی طالب و خواندنای تاجیکی و هندی و غیره دعوت داده میشوند و 21 توپ میزنند و بعداً با مصارف 500,000 دلاری و 600,000 دلاری و به عیاشی و به خوشگذرانی و به بیهوده گشتن خود ادامه میتن. اگر 500,000 دلار و 600,000 دلاری که ما ایره بالای یک برافراشتن یک توق و یا یک چوب مصرف میکنیم، اگر ایره ما تقسیم کسایی که در زیر پل سوخته در کابل و در چارای قنبر خیمه ها در امی زمستان و در جاهای دیگر زندگی رقتبار و مرگبار خود را ادامه میدهند، اگر بر اینها توزیع و تقسیم شود این احسن و افضل است. اما شاه اسماعیل صفوی لعنت الله علیه را سلطان العارفین گفتن این وظیفه روافض است. روافض خود برای ابو لولوی مجوسی لعنت الله علیه در کاشان هم مزار ساخته اند به نام بابا شجاع الدین، زیرا که عمر ابن خطاب به شهادت رسانیده و برای مثل سپاهی گمنام یک قبر را ساختن و بر مزار او آیت شیطان و حجت شیطان می روند و می گویند الله محشورنی مع ابی لؤلؤ مع بابا شجاع الدین و ما میگیم آمین الله محشوره مع هذا الظالم الفاجر الفاسق المشرک واحشرنا مع سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب البطل الصحابی الجلیل العظیم الفاروق رضی الله تعالی عنه. هر کس از خود محبوب داره و دعای داره که ما برای خود آمین میگوییم که الله ما را در پهلوش حشر کنه. میتونیم که بگویم شاه اسماعیل صفوی بجای سلطان العارفین سلطان الفاسقین بود، سلطان السارقین بود و سلطان الخائنین بود و سلطان القاتلین بود. دیگه از این تعبیرهای خوبش اضافه ما گفتن نمیتوانم. و اما ای که ما در نتیجه نماز و روزه به مقام میرسیم که نماز از ما ساقط میشود، روزه از ما ساقط میشود، این قول زندیقا و باطنیه است و پیامبر در بالاترین مقام رسید در معراج، در حضور رب العالمین قرار گرفت، فکان قاب قوسین او ادنا و در اونجا به اندازه فاصله 2 کمان و یا نزدیکتر چی داد؟ الله او را در این مقام معاف کرد، از مسئولیت ها رها خلاص شد؟ نه خیر، برش توفه داد عبدیت و بندگی و نماز را.
در بالاترین مقام برش نماز داد، در بالاترین مقام برش قرآن داد، در بالاترین مقام او را از مسجد به مسجد برد. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. در هر مقامی که پیامبر بود، یا در مسجد بود، یا در نماز بود، و یا در عبادت بود، و یا در ذکر و تلاوت بود. این است که هیچ کسی بالاتر از پیامبر رسیده نمیتونه، و این قول باطنیه و ملحدین و منافقین و گمراهان است. البته در رابطه با این که برادر دیگه زنگ زدن، کمک کنندگان فراموش نکرده اند انشاءالله، و ما از خواهران خود و از برادران تشکر میکنیم که با ما و با استودیوی مرکزی تماس میگیرند هر وقته، و تعداد گفتن که از ماه دسامبر شروع میکنند. در این وعده وفا کردن واجب است. چرا؟ واجب نظر میره، میگه که وجوب چیزی که بر تو واجب نیست. خودت میگه من این کارم میکنم، تعهد میسپاری، و این در برابر الله و در برابر بنده ها و در برابر دعوت مسئولیت به شانهای ما میفته، و من یقین دارم تا امروزی کار شده. من تشکر میکنم از خواهرانی که تماس گرفتند تازه و تازه، از خواهر فهیمه از امریکا، و از خواهر عادل جان جلالیار از کانادا و از امریکا، و اینا چند برنامه را اسپانسر شدن. جزاکم الله خیر الجزا. و همچنان از اسماعیل برادر از فکر میکنم از هنگری تماس گرفتند. جزاکم الله خیر. از دیگه برادرایی که تماس گرفتند. و ما پیش از اینکه سوال برادر را جواب بدم، شما را در صفحه تلویزیون به یک شعر مولانا توجه شما را جلب می‌دارم که مولانا میگوید: من درد تو را ز دست آسان ندهم، من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، از دوست به یادگار درد دارم، کان درد به 100,000 درمان ندهم. یعنی مطلب ای است که من درد تو را ز دست آسان ندهم. ای به الله متعال میگوید درد ایمان، احساس قرآن، احساس عبادت، احساس ایمانی خود را از دست نمیتم. اگرچه من ای را به درد میایم، به مشکلات مواجه میشم، و این عشق و درد که من دارم به الله خود ای را از دست نمیتم آسان به این معنا تو را مردم میگه که برات چوکی میتم، برات پول میتم، برات مقام میتم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، تا پای جان از دوست خود دل بر نکنم. و قرآن میفرماید که ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر با اسلام. دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم، حتی به قیمت جان خود شهید میکنم، ولی از دوست خود که الله است و ایمان به الله است و توحید است ما دل بر نمیکنم. از دوست و یادگار درد دارم. امی درد ما یک نشانی دوستم است، کان درد به 100,000 درمان ندهم. به 100,000 درمان ما ایره برابر نمیکنم. خب تلفنم میگیرم ان شاء الله و سوالات شما را جواب میدم. در قسمت حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى که شما نمازها را بخوانید و نماز وسطی و میانه را. چرا بر نماز وسطی ترکیز شده؟ بعض علما میگویند که این نماز وسطی تفسیر حافظوا علی الصلوات است. معناش چی است؟ معناش است که کل نمازها وسطی است، یعنی به اندازه است. پس کل نمازها را بخوانید و این بیان از او است. ولی بعض علما میگویند که نماز وسطی نماز عصر است، که سیدنا علی بن ابی طالب روایت میکنه که در غزوه احزاب نماز عصر ما قضا شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ملأ الله قلوبهم و بیوتهم نارا، الله قلبها و قبرهای اینا را از آتش پر کنه که شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، که ما را از نماز میانه یعنی نماز عصر مشغول ساخت. به خاطر که دو طرف قبلیشم دو نماز است که نماز پیشین و نماز فجر است و نماز شام و نماز خفتن، که بعض علما این نماز ظهر گفته. البته اختلاف است. امام مالک میگوید که نماز ظهر است، ولی در روایت علی بن ابی طالب آمده که نماز عصر است. والله اعلم بالصواب. اما در اینجا مسئله اشاره از به وسطیت که ما امت وسط هستیم. در وسطیت میگوید که شما همیشه روان باشند. بله بله. السلام علیکم. و
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم یک سوال داشتم. بله بفرمایید. کسی که حج فرض ادا نکرده باشه میتونن که حج عمره بکنن؟ سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. در این رابطه اگر کسی حج فرضی نکرده باشه آیا میتونه به عمره بروه؟ بالکل میتونه. بالکل میتونه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم تصمیم عمره گرفت که مانع شدند و نگذاشتند او را و در سال آیندهش قضایی عمره خود آوردند. سیدنا عمر ابن خطاب چند دوره عمره کردن بعداً به حج رفتند و عمره جواز داره. اگر کسی عمره میکنه به تعقیبش امکانات پیدا میکنه که باید حج بروه، این جایز است، اما باید خود را برای حج آماده بسازه و آمادگی بگیره، تنها به عمره اکتفا نکنه. اما عمره جایز است و مقبول است ان شاء الله تعالی. بله سلام علیکم. حاجی صاحب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حاجی صاحب محترم، غرض از مزاحمت از شما امشب یک سواله که بسیار کوتاه و مختصر دارم. شما در حکومت افغانستان با همین مردم شناخت زیادی داریم، هم از دوره جهاد در دوران تحصیل و تعلیم و تربیه اسلامی. ما با شناخت که از مردم خود دارم از همین گدای شاهد و شمشیره تا ارگ در جمله همین حکومت نه افغان میبینم نه مسلمان نه مجاهد، از والی تا جوالی من هیچ کس در بین کابینه ندیدم و تا از الف تا ختم همین حکومت فعلی همه را من میشناسم و یار سراغ دارم، از یک خودزابه تا وزیرایی که شما میشناسیم اینا همه خلفی و پرچمی هستن. صاحب این شوروی ها را بدبختا را شوروی هم کشیدن، چون یا دوزی میکردن یا معتاد شده بودن، گفتم شما خواهین به مملکتتان بودیم، شما خواهین به اسلامتان بودیم، اینا ما 15 16 کشور اسلامی داریم، از شما چیزی جو نشد. بازی آمدم در اروپا هم اینم اینجا دوست شدم، فحشا دستدم، گی شدم، رفتم در سر تلویزیون بیات میالی یا میرخصانم. اگر شما کدام مجاهدی را داریم یا چرا گپاره تو چاپولا بازی کوچه دی کوچه خود تیر میکنم، این اطفای حرامزاده میخوام همین تمام همین جنایتایی که خدا روزی در رو کلار میبره. شما باور کنید من یارمش ناسم یا صاحب منصبای حزب دموکراتیک خلق از یک موضوع کوچک دیگر راجی صاحب همین اکثریت برنامه‌سازای تلویزیون یا همین جوانای تینیجر شوقی هستن که برنامه را پیش میبرم یا حتی در اون برنامه موسیقی خودم که پیش میبره این نمیفهمه که برنامه را چه قسم، چون بسیاری خواندنا صاحب ضبط شده ممنوع و خاطرات نفرت انگیزی داره از همین سازنده ها و رقاصای حزب خلق و پرچم صاحب یا در از همین لاینای تلفن باز است، باز باشه، اما این دلیل شده نمیتونه که هر بیدین و هر لامذهب و هر به کتابی به هر چی دلش میخواد لاولب بگه برو دنبال کار خود. یک چند تا از یا خب مردار شدم رفتم به جهنم، 24 تا شوهرای بودم، شما منام نمیگیرم مرده را پشتش میگم گپ نزنیم باید گپ زده شو، 24 ساعت به میزنای بدکاره یا شیر و شیرخوانی داشتم، رفتم امشال جوان مرگی آمده، یک چند نفر دیگه هم هست امیام گم شده. ما یک دیشب در این پروگرام دریچه اینور صاحب چند نفر صاحب مو خواندن میکردم، ما از آقای برنامه‌ساز یک مسلمان است، انسان شریف است، این توقع را نداشتم. من به پیامگیرش هم زنگ زدم، به خانه هم زنگ زدم، صدایش خودم مونده. ما گپ می‌زدم چند دختری که ما لشکریو د پوهانو مچون پچی روانیو مونږ ټول خلقیان ول شعر گشتوندم یا این تو چیزا را نمونه یا در موقع توضیح خیرات در سلامت باشین. پروگرام من به پایان میرسه، به خیالم که وقتم ختم شد. سلامت باشین. سلامت باشین. اجازه بده صاحب از داخل تلویزیون بسیار آدما گریخته گفته صاحب با کابل همین یک لیست شما دارم، هم از تلویزیون مسکینی خودش هم گریخته، هم از آقای خطاب راجع به همین باید صحبت ان شاء الله. سلامت. ما یک سوالی که در وسط تفریح یک برادر زنگ زده بودن، گفتن که راجع به امی گروگان‌های هزاره ها و حقیقت امر ما این مسئله را در فیسبوک هم تعقیب کردم و یک برادری که مستند از اونجا صحبت کرد گفت گروگان‌های فیلی 5 نفر هستند و نه 20 هستند نه 10 هستند نه 30 هستند و در جاغوری فکر میکنم که کسایی که مالدارا هستند 470 گوسفند کوچی ها را دزدی کرده و حتی ضربه کرده سرش.
470 گوسفند کوچی ها را دزدی کردند، هزاره ها، که ما این اعمال را تایید نمی کنیم. و 2 نفر چوپان کوچی را به قتل رساندند و شهید کردند و کشتند. و به این خاطر است که اینا هم در بدل 407 گوسفند خود و 2 نفر چوپان کوچی اینا چند نفر را اسیر گرفتند. امیدواریم که دولت قانون در افغانستان بیاید که ما و شما انشاءالله در حفظ و امان الله باشیم. و ما این اعلان میمانم براتان و بعدا خداحافظی میکنم. این اعلان عمره است، سفر حج و عمره، نداء المغفره. الله سبحانه و تعالی همه ما شما را مشرف بگردانه به زیارت نبوی صلی الله علیه و سلم و به زیارت مکه معظمه. ان شاء الله که گناهان ما را الله بریزانه و در کشورهای اسلامی امن و امان اعاده بفرمایه. الله متعال همه شما را در حفظ و امان خود بداره. بله برادران و خواهران، تا برنامه آینده شما را به الله یکتا و به امتا می سپارم. در جایی که روز است روزتان خوش و در جایی که شب است شبتان خوش. از همکار عزیزم در استودیوی مرکزی هم تشکر میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.